در مورد شرکت‌های هرمی که در واقع فعالیت دارند که به طور مثال یک فرد می رود از یک شرکت خرید می کند و بعد از خودش مثلا 2 نفر دیگر را معرفی می کند که به این شرکت خرید بکنند و اون 2 نفر فرضاً 2 نفر دیگر را به اصطلاح معرفی می کند که خرید بکنند. یک شجره‌ای در واقع به وجود میاد که هر کسی که یعنی توسط این فرد بعداً خرید کرده باشه یا توسط کسانی که این فرد معرفی کرده خرید کرده باشند نهایتاً یک مبلغی به حساب نفر اول معرف اول در واقع میاد. این از نظر شرعی اشکال داره، زیرا که در این صورت هدف ترویج کالا نیست. هدف در اینجا این نیست که مثلا فلان شرکت رو ما بخوایم تبلیغ بکنیم به خاطر اینکه کالاش فروخته بشوند و عموما هم این گونه هست. کالایی که از این طریق به صورت هرمی تبلیغ می شود قیمت واقعی کالا با قیمتی که در بازار فروخته می شود با این قیمتی که این فردی رو که میخواد که به اصطلاح از این شرکت خرید بکند و نمایندهش باشد به صورت هرمی و یک مبلغی به این برسد قیمتش معمولا متفاوت است. در بازار ارزان‌تر هست اما به خاطر اینکه به این فرد بفروشند که به عنوان یک حق اشتراک در واقع از اون میگیرن معمولا یک چیزی بیشتری رو میگیرن. بالفرض این که بیشتر هم نگیرند، همین کالایی که در بازار فرض کنیم که $1000 هست $1000 به این فرد میدن، اما شرط شرکت این است در صورتی به این فرد به اصطلاح حق بازاریابی میدهد که این فرد خودش از این شرکت خرید بکند و بعد از این برود و چند نفر دیگر مشتری دیگر رو بیاورد برای این شرکت. اگر خرید نکرد هیچ گونه حقی رو نداره. اگر که بعد از خودش 2-3 نفر دیگر رو معرفی نکرد باز هم حقی رو در اینجا نداره. در اینجا ظاهر قضیه این است که یعنی یک ظاهرا یک کالای مبادله میشه، یک خریدی صورت میگیره و یک جنسی رو رد بدل میشه، اما کسانی که میان وارد این گونه شبکه ها میشوند و این گونه بازاریابی ها هدفشون این است که به پول برسند، یعنی پول میدهند چه بسا خودشون نیازی نداشته باشند که اون کالا رو خرید بکنند، اصلا شاید اون کالا به درد اونها نمیخوره اما میروند خریدش میکنند به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به پولی برسند. و هدف از این خرید و هدف از این بازاریابی این نیست که این کالا در میان مردم تقسیم بشود و پخش بشود. هدف این است که این فرد برود اولا یک به اصطلاح حق اشتراکی رو بدهد، پولی رو بدهد و این بهانه این حق اشتراک و پول دادن این است که باید کالایی رو خرید بکند و حتما باید 2 نفر دیگر رو بعداً معرفی بکند و نفرات دیگر دوباره 2 نفر هر کسی معرفی میکند که یک سهم مشخص و درصد مشخصی به این فرد اولی و معرف اولی میرسند. این در واقع یک نوع قمار و ربا شمرده می شود و هدف چون که به اصطلاح دست آوردن پول هست. شما خریدی کردید نه به خاطر این که به این کالا نیاز دارید بلکه خرید رو انجام دادید به خاطر این که امتیاز بگیرید و چند نفر دیگر رو معرفی بکنید و در مقابل پولی که برای این کالا دادید پول دیگری رو شما در واقع دریافت بکنید. این از نظر شرعی اشکال داره و اگر کسی واقعا میخواد که بازاریابیش بسیار یک بازاریابی حلال و جایزی باشه از نظر شرعی این است که نمایندگی شرکت رو به طور مثال بگیرند و این رو معرفی بکنند، کالاهای این شرکت رو به افراد معرفی بکنند و اگر افراد اومدند خرید کردن از این فرد در واقع یک چیزی شرکت به این فرد بدهد از نظر شرعی این اصلا اشکالی نداره، در صورتی که هدف به اصطلاح ترویج کالا هست و در شرط دوم این است که این فردی که الان بازاریاب هست این به اصطلاح شرط نگذارند که حتما باید جز مشتریان شرکت باشد، چه مشتریش باشد چه مشتری شرکت نباشد، در هر صورت میخواد که برای این شرکت تبلیغ بکند، کالاش رو به فروش برساند و در مقابل این زحمتی که متحمل شده و شرکت بخواد یک چیزی به اون بدهد در این صورت از نظر شرعی اشکال ندارد. اما به صورت هرمی که اصل در اون معامله نیست بلکه اصل در اون هدف در اون در واقع رسیدن به پول هست و خرید هم که صورت میگیرد نه به خاطر نیاز به کالا هست بلکه به خاطر این که یک امتیازی رو بگیرند، حق اشتراکی رو بدهند و بعداً به سود بیشتری برسند. این از نظر شرعی اشکال داره و بسیار از مجامع علمی اهل سنت و الجماعت مانند لجنه فتوا و دیگران فتوا دادند که این مورد با این کیفیتی که هست از نظر شرعی اشکال داره. تشکر جناب مولانا صاحب. وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است.